رمضان چند تا حرفه؟ ر و میم و داد و الف و نون. ر بگیم رحمت، میم بگیم مغفرت، دال بگیم ضمانت، الف بگیم امان، نون بگیم نور، آخرش نور دیگه. این حدیث نیست. کسانی فکر میکنن که موشکافی میکنن حتی تو حروف، ترکیب حروف کناره هم، هر 5 تا حرفش بوی خوش ازش میاد. ر رحمت، رما، میم مغفرت، داد ضمانت بهشت. کسی که ضمانت بده که این یک ماه رمضان درست روزه بگیره، رمضان یک دری داره تو 80 در بهشت. خود رمضان یک در ویژه داده مخصوص خودش، تو رو از اونجا عبور میده. اون در اسمش چیه؟ ریان، باب ریان. یک در مخصوص روزه‌داران رمضانه. یعنی رمضان اونقدر منزلت داره نزد خداوند و قرب داره که ازش خواهش کرده یک در مال من باشه که بندگان تو از من وارد بشن. باب ریان، باب روزه‌دارانه. وقتی روزداران رفتن داخل بسته میشه و پیامبر فرموده در رمضان خداوند درهای جهنم رو بسته و درهای بهشت رو همه باز کرده و به بهشتش گفته خودتو زینت بده، هر چی داری، با وجودی که تو مزین هستی بهشتی، ولی تو رمضان هر چی داری به خودت ببند. نزدیکه که بندگان روزدار من مشکلات دنیا رو پشت سر بگذارن و به سوی تو بشتابن. و در حدیث آمده که اول هر روز رمضان 2 تا فرشته در گوش انسان میگن، یکی در گوش راستش ای کسی که دنبال خیری بشارت به تو، ماه خیر و برکت آمد، و در گوش چپش میگه ای کسی که دنبال شری کوتاه بیا، ماه خیر و برکت آمده. چرا تو ماه خیر و برکت هم دنبال شری؟ دست بکش بیا، این غرور تو خرد کن. الف رمضان امان. پیامبر فرموده الصوم جنه، روزه سپر امانه، لعلکم تتقون. در قرآن آمده روزه بگیرید ماه مبارک رمضان شاید شما به تقوا برسید. تقوا یعنی امان از آتش، تقوا یعنی یک پوششی وقایتی بین تو شر و اسبابی که تو رو به جهنم. رمضان نون، نور. رمضان زندگی تو رو نورانی میکنه، درون و بیرون تو نورانی میکنه، روح تو صیقل میره، تمیز میکنه. رمضان یک خودتکانیه، باید خودمون رو بتکونیم، چرکا بریزه، برای همدیگه دعا بکنیم. نگاه نکنید که کی داره تنبلی میکنه. تو دوست داری تنبل بشید؟ ما زمانی دانش آموز بودیم باور کن خجالت میکشیدیم اگه اون میگفتن شاگرد تنبل. خودم شاگرد تنبل نمیخواد. بعض عزیزان تو صف نماز هر سلامی که میدن 4 دفعه روشون رو برمیگردونن، کسی هست کسی نیست، همه رفتن تمام بریم. اول 5 صف بود بعد شد 2 صف. تو استقامت بکن انشالله، او دوستم براش دعا بکن آمتات استقامت کن پشت سرت. ولی تو که صف اول اگه پای پشت سر هم نگاه بکنی ضعیفی. یکی شاید معذور رفت. اگر واقعا او کسی که 4 سلام 5 سلام میخوند معذور است، سلس البول است، میوتادونی یک سری بیماری هایش هست که شما نتونید ببینید. او به خاطر عذرش رفت، من و تو هم بهش نگاه کردیم بدون عذر رفتیم. اون جواب داره تو جواب نداره. تنظیم بکنی برنامه خو، کارا خو، آخر وقت به دین و خامهاده که مال خودتونه. برای نصرت دین خدا هم یه وقتی بدید. ان شاء الله کارا خوب پیش میره با همکاری. ان شاء الله از حوصله همتون تشکر میکنم. خداوند به شما و همه جزای خیر و برکت ها و خاتمه به خیری عنایت بفرماید.